حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بیننده ای از تاجیکستان با ما هستن. آقا عبدالله از تاجیکستان از طریق اسکایپ. بفرمایید. سلام و خسته نباشید خدمت شما بیننده عزیز. آقا عبدالله از تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و مغفرته. استاد مهربانم با مغفرت. سلامت باشید. استاد شما چطور؟ حالتون چخیر؟ سلامت باشید. خیلی ممنون. سپاسگزار هستم. الحمدلله ما خوب هستیم. سپاسگزار از شما. بفرمایید در خدمت شما هستیم. استاد ما مدتی است که شما رو سال‌هایی است که ما شما رو مشاهده میکنیم. گویا که شما در خانه ما یک برادر ما هستید. سلامت باشید. احساس میکنم که ما همدیگر رو میشناسیم اما متاسفانه شما ما رو نمیشناسید. ما شما رو هر روز میبینیم با این نوری چهره نورانی شما لذت میبریم. از علم‌های شما ما استفاده میبریم. البته ما با توسط شبکه‌های شما شبکه‌های توحیدی حقیقت رو یافتیم. گرچند که ما خودمون رو اهل سنت و جماعت مینامیدیم، ما اکنون چشممون باز شد که ما اهل سنت و جماعت نبودیم، بلکه اهل بدعت و بلکه اهل خرافات بودیم. استاد نه فقط این، بلکه ما در دیگر موضوع‌های هم مانند ظالم کی است، مظلوم کی است، بله، به طریق شبکه شما آگاه شدیم. از شما بسیار منندار هستیم. تشکر زیاد. ماشاءالله. خداوند همین عبادت های شما رو من این جهاد های شما رو همچون درگاهش به قبول کرده شما رو همچون صحابه های پیغمبر مقام دهد. سلامت باشید. استاد بسیار از شما منت دارم. بسیار چشم مبارک شدید. بسیار از شما منت دارم استاد. سلامت باشید. سپاسگزاریم از شما. اگر اجازت باشد، اگر اجازت میدادید از شبکه شما استفاده برده صدای خودم به تاجیکستانی خودم رساندنی بودم که برادران اهل تاجیک شما هوشیار باشید. چشماتون رو باز کنید برادر. چشماتون رو باز کنید تاجیکان، اهل تاجیکان. امروز ایران دارد نفوذ خود را به تاجیکستان ما گذراندنی است. ایران این به اصطلاح مملکت اسلامی، اما مملکت این ظالم دجال میخواهد که این عقیده خود را به تاجیکستان ما تعلیم دهد. اگر تاجیکستان ما چشمان را باز نکند، با این خیل شبکه های توحیدی آشنا نشود، داند که سرنوشت حاضر خیلی که در ایران هست البته به سری تاجیکان ما میبیاد. با همون تخریب و حالتی کمبزاتی و کمبغلی، همه گشنگی و تشنگی و کمبغلی همش با سری ما میبیاد. برادرها نمانید، چشمتون رو کشاید، نگذارید که این شیعه ها تعلیمات نادرستی خود بر ضد قرآنی، بر ضد پیغمبر و صحابه ها رو بر ذهن شما خوانده، ذهن شما رو با علم نادرستی خودشون مشغول کننده شما رو از راه نزنن. تشکر میکنم از شما. تشکر زیاد میکنم استاد. تشکر دعا میکنم. سلامت پردگاه شبکه شما رو باید پایدار برقرار گردم. در حق ما دعا کنید استاد. سلامت باشید. من میخواستم از شبکه شما استفاده برده حقیقت کنم. سلامت باشید. منم تشکر میکنم. تشکر بی پایان از شما بیننده عزیز و محترم از تاجیکستان و تبریک میگم به شما بیننده عزیز که تونستید راه حق و حقیقت رو پیدا بکنید با توجه به این که شما خودتون فرمودید که قبلا به هر حال در بدعت و خرافات بودید و الحمدلله الان تونستید راه واقعی اهل سنت و جماعت رو درک کنید و بهش عمل کنید و بفهمید و به دیگران هم برسانید. من به شما تبریک میگم بیننده عزیز. الله به شما توفیق ثابت قدم بودن در این راه را عطا نماید. تشکر و
سپاس از شما بیننده عزیز. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا.